سرخط مهمترین خبرها: بک صبور تلاش‌ها برای بهتر کردن صفت اینترنت را ناکافی خوانده است. تاجیکستان برای پرداخت قرض خارجی 212 میلیون دلار داده است. و پرسش از ساکنان: چرا توجه به حج در تاجیکستان زیاد شد؟ درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 14 نوامبر است. بک صبور سردار خدمات علاقه تاجیکستان بار دیگر با مسئولین شرکت‌های مخابراتی، بانک‌ها و نمایندگان برق تاجیک واخورده از صفت اینترنت در کشور ناراضگی کرده است. به نوشته سامانه خدمات علاقه، دیدار بک صبور 10 نوامبر انجام شده. هدف از آن پس کردن نرخ و بالا بردن صفت اینترنت بود. در یک ماه اخیر حداقل این بار سوم است که بک صبور درباره وضع اینترنت در کشور با نمایندگان شرکت‌های اینترنت رسان جلسه می‌گذراند. به نوشته سامانه خدمات علاقه، بک صبور کارها را در سمت بهتر کردن صفت علاقه موبیلی و اینترنت در کشور ناکافی خوانده است. بک صبور همچنین گفته است طلبات جامعه به ساحه علاقه تدریجاً افزوده، رشد تمام ساحه‌ها از بسیار جهت به دسترسی قلای به اینترنت وابسته گردیده است. در خبرنامه رسمی خدمات علاقه گفته نشده است که این نهاد و شرکت‌های مخابراتی برای بهتر کردن صفت اینترنت در کشور چه راه حل را روی دست دارند. هرچند پیشتر مسئولین خدمات گفتند شرکت‌ها باید در منطقه‌ها موج رسان‌های نو را نصب کنند. نرخ بلند و سرعت پست علاقه موبیلی و اینترنت در تاجیکستان همیشه یک موضوع نگران کننده در میان ساکنان است. سال گذشته رئیس جمهور امام علی رحمان هم 2 مرتبه از این مسئله نگرانی کرده برای حل مشکل دستور داد، اما ساکنان میگویند که صفت اینترنت بهتر نشد. تاجیکستان در 9 ماه سال روان برای پرداخت قرض خارجیش 212 میلیون دلار پرداخت کرده است. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیات در نزد وکیلان پارلمان گفته است از این مبلغ 139 میلیون قرض اساسی و 73 میلیون دلار فایزها بودند. قهارزاده گفته است در ماه‌های ینور سپتامبر امسال برای عملی نمودن 17 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری در حجم 284 میلیون دلار سازشنامه‌های نوی قرضی و گرانتی امضا کردند. از این مبلغ به گفته وزیر مالیات 263 میلیون دلار یا 92% آن گران یا مبلغی بی بازگشت بوده، قریب 8% دیگرش قرض‌های امتیازناک میباشند. شرط و شرایط این قرض ذکر نشده است. اما وزیر مالیات نگفته است که قرض خارجی تاجیکستان فعلا چقدر میباشد. طبق آمارهای رسمی تا 1 ایول سال جاری قرض خارجی تاجیکستان به 3.2 میلیارد دلار رسیده بود. موضوع قرض خارجی به خصوص قرض از چین یک موضوع نگران کننده در داخل کشور باقی میماند. وزارت نقلیات تاجیکستان جزئیات یادداشت تفاهم درباره انتقال بار و ترانزیت توسط بندر چابهار ایران را شرح داده است. این سند 8 نوامبر امسال در جریان سفر رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی به دوشنبه امضا شده بود. وزارت نقلیات تاجیکستان در شرح سند امضا شده گفته است دوشنبه و تهران برای آسان کردن رسمیات و کم کردن باج و پرداخت‌ها برای نقلیات به توافق رسیدند. بر اساس این سند دو طرف همچنین موظف شدند که به خطر مسافرکشان‌ها واسطه‌های نقلیات، بار و حفظ محیط زیست را تامین می‌کنند، ولی این سند هنوز یادداشت تفاهم بوده معنای سازشنامه را ندارد. در گزارش وزارت نقلیات آمده است تاجیکستان و ایران برای نائل شدن به هدف‌های یادداشت کمیته رهبری کننده تأسیس می‌دهند. تاجیکستان سال‌هاست تلاش دارد به واسطه بندر چابهار ایران به بحر راه پیدا کند. در صورت به بحر راه یافتن انتقال مال و کالا به تاجیکستان می‌تواند ارزان شود. شبکه‌های اجتماعی پر از اعلان‌ها درباره فرستادن به حج به خصوص حج عمره است. در یک سال اخیر 10 نفر از طریق ازبکستان برای ادای حج عمره به عربستان سعودی رفتند. در تاجیکستان هم اگر قبلا یک شرکت به فرستادن مردم به حج عمره مشغول بود، حالا 2 شرکت و هم کمیته دین زائران را به سعودی می‌فرستند. ما از ساکنان دوشنبه و ولایت ختلان پرسیدیم که نظرشان به این مسئله چیست. از یک روحانی هم سوال کردیم که از نگاه دینی برای کدام گروه مردم رفتن به حج فرض است. پاسخ ساکنان و روحانی را همراه تماشا می‌کنیم. خانه خدا هم هر کس میسر نمیکرد اون رفتن اونجا و زیارت کردن و اونجا را دیدن و عمره رفتیم. فرضی کمتر شرایط ما نمیشد ما عمره رفتیم. شما خودتون حج رفتید؟ نه آخی نرفتیم، چون که خل درمون کمتر نمیرسه. قوت ممکن است شال ما هم حج میریم. خان یک احوالی مردم بهتر شده است. این یکم سبب دیگه سبب که مردم خیلی حاضر مملکتی مسلمانی حساب میشه، محمد مسلمانی باید این سنت پیغمبر به جا بیاریم. خود شما حج رفته؟ نه. چرا؟ شرایط نیست.
اگر شرایط باشد شرایط باشد اینا دیدن در کار شرایط باشه رفتن در کار موضوع نفقه خور هستیم ما که برای با یک مهنتی حلال به حج رفتن با یک نفقه نمی شود. ایرو همی تنجی اولی تنجی نباشه چکن میره حج. از نرخنما بسیار بلند است که زندگی ما خوب است، شرایط ما خوب است، وجود ما همه جهت ما. بعضیا به این نظرن که حج رفتن یک مسابقه شده است که هر کس دارد ندارد قرض کرده حرکت میکند که رفت. من این فکر نمیکنم. من کسی که در فکر حج است شب روز فکر میکنه به حج میرود. من این خیلی فکر میکنم. اگه مسابقه شما نمیدونم برادر عزیز. من هیچ گفتن نمیتونم. من پول داشتم این حاضر میرم دیر میشه در رفتن حاضر این حاضر میرم ندارم پول خال ندارم داشت باشم همین حاضر همین دقیقات دیر شد دوست رفتن. بچه خوی حج قرضه هم قرضونه ادو میکنه هیچ دیگه. پیشتر برای شیخ توجه نبود؟ پیشتر برای اون که دولت نمیمون شو برای که نرخ ارزانتر شدگی حاضر نسبت پیشینو دسترس شدگی آدم‌ها خیلی شرایط دارن میرن. بعضی میگن که حج رفتن یک مسابقه شده است. یکی مسابقه نیست، یک نمود فرض خیلی مقصد که همه با شرایطش نوبت نمیرسه برای فرض رفتن اما جای مقدس زیارت رفتن میرن این هم بهترینه. حج روانه دخواه چانساز شده البته نیک حوالی که نقص شدن که بگیره برو رفتن یک جای دیگر بسیارتر اساسا رسیده کار میکنن. همی فرزنده میخواهن که پدر و مادر تیسر به حج بروند سین سالی پدر و مادرم به یک جای رسیدن چی میخواه آدم؟ نه بعضی میگه که یک مسابقه شده است. روم سفید دگنی درک ندارم. خودش شما حج رفته؟ نه آخه کی میبرم بچه دارو میبرم. تو برای ما کار خوب میشوه. البته معلوم است که حج یکی از رکن‌های پنجگانه اسلام است، یعنی به اصطلاح متوجه بینوی مسلمانی یکی از اون انجام دادن حج است. حج بر نفری فرض می شود که بالغ باشد، عاقل باشد و آزاد باشد. وقتی که بالغ میگیم بر کودک فرض نیست، وقتی که عاقل میگیم بر دیوانه فرض نیست و این چنین امنیتی را تامین باشد و دارایی مالی داشته باشد و این چنین سلامتی جسمانی او برقرار باشد، یعنی شل نباشد یا که یگان بیماری و این چنین مال نفقه داشته باشد که حتی افرادی که در کفالت او قرار دارند تا بازگشت تامینات خود را یافته بگیرند. شخصانی که بیمار هستند یا شل هستند یا نابینا هستند برای اینها از نگاه شرعی بر ذمه اونها حج فرض نیست. یا از جهت محض ولی که مال داشته باشه نفقه داشته باشه که تا بازگشت هم بر خودش و هم بر افرادی که زیر دست اون هستند تامینات او پورا برسد مالی او. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 14 نوامبر را فرا میگیرد. 14 نوامبر سال 940 санаи даргузашти вазири дарбори Сомониён Абулфазли Балъамӣ аст. санаи таваллуди дақиқи ӯ маълум нест, вале исмаш ба хотири кору заҳматҳои ӯ дар таърих навишта шудааст. ӯ тақрибан ним аср дар дарбор кор карда дар ташкили сипоҳ, саркӯби исьёнҳо, ҳалли ҳолатҳои буҳронӣ ва пешгирӣ аз ҷангу хунрезиҳо саҳмгузор шудааст. ӯро як ҳомии рӯдакӣ ҳам меномиданд, вале худи ӯ ҳам ба қавли таърихшиносон қурбонии туҳмате шуд ва ба қатл расид. аз санаи 14 ноябри соли 1991 рӯзи ҷаҳонии мубориза бо диабет ё бемории қанд баргузор мешавад ки яке аз бемориҳои сангин ба шумор меравад. дар тоҷикистон зиёда аз 48 000 нафар расман чун гирифтори бемории қанд сабт шуда пайваста зери назари табибон ҳастанд. ба қавли табибон бемории қанд метавонад боиси гирифтории кас ба касалиҳои дигар шавад. аз ин рӯ муоинаи ҳарсола машварат мешавад. 14 ноябри соли 2011 Султон Қувват, раҳбари ҳизби сабт нашудаи Тараққиёт дар 61 солагӣ даргузашт. ӯ солҳо талош кард ки ҳизби сиёсӣ Тараққиётро номнавис кунад, вале мақомот напазируфтанд. сиёсатмадори фаъол ва хостори номзадӣ дар президентии соли 1999 ва яке аз тарафдорони ислоҳоти сиёсӣ дар Тоҷикистон буд. ӯ дар муаррифии барномааш гуфта буд ки худам дуздӣ намекунам, дигаронро ҳам дуздӣ карданӣ намемонам.
در عصر ما که زمان افزایش حجم اطلاعات، گسترش خبرهای فیکی و دستکاری‌ها نام میبرند، دریافت معلومات درست و واقعی به مشکلات روز مبدل شده است. حالا اکثر از خوانندگان در اقیانوس بیکران اطلاعات حقیقت را از دروغ فرق کردن نمیتوانند و این عمل امکان قربانی بیسوادی رسانه‌ای شدن آنها را بیشتر میکند. رادیوی آزادی تصمیم گرفته است سلسله ویدیوهای آموزشی را درباره دانش‌هایی که هنگام گرفتن اطلاع به ما ضرورند پخش کند و حالا درس اول سواد رسانه‌ای را تقدیم شما میکنیم. ظهور اینترنت نه تنها زندگی ما را بلکه واقعیت اطلاعاتی را نیز به کلی تغییر داد. ما در عالم رسانه‌ها به سر میبریم و هر کدام ما نیز به رسانه مبادل شده ایم. زیرا ما حالا نه تنها به نزدیکان و پیوندان خود پیام میرسانیم، بلکه توسط اینترنت و شبکه‌های اجتماعی از قصه و خبرهای ما دایره بزرگ مخاطب آگاه می‌شود. در زمان ما مبادله اطلاعات به حجم بی‌سابقه رسیده است. رادیو، تلویزیون، اینترنت و شماره روزافزون کتاب و مجله و روزنامه‌ها به این کار تأثیر جدی می‌رسانند. در عصر ما که زمان افزایش حجم اطلاعات، گسترش خبرهای فیکی و دستکاری‌ها نام میبرند، دریافت معلومات درست و واقعی به مشکلات روز مبدل شده است. حالا اکثر از خوانندگان در اقیانوس بیکران اطلاعات حقیقت را از دروغ فرق کردن نمیتوانند و این امر امکان قربانی بیسوادی رسانه‌ای شدن آنها را بیشتر میکند. پس چی باید کرد که قربانی بیسوادی رسانه‌ای نشویم و سواد رسانه‌ای چیست؟ سواد رسانه‌ای یک نوع قابلیت است، یعنی طبق یک تعریف مهارت و ملکه جستجو، تحلیل، ارزیابی، ایجاد و ارسال پیام‌ها به شکل‌های مختلف است. به طرز دیگر سواد رسانه‌ای این قابلیت استفاده درست و اطلاعات رسانه‌ها بوده یک فرد با سواد رسانه‌ای آزادانه از نوع‌های گوناگون رسانه‌ها از اینترنت گرفته تا تلویزیون استفاده می‌کند و نحوه کار آنها را می‌فهمد. پیام‌ها را از منبع‌های مختلف انتقادی ارزیابی می‌کند و می‌تواند مستقلانه پیام‌ها ایجاد کرده این همه را به افراد دیگر انتقال دهد. سواد رسانه‌ای همچنین درک عاقبت کارهایی را که ما آنلاینی انجام می‌دهیم در نظر دارد. سازمان‌های مختلف با نفوذ جهانی ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای را تاکید می‌نمایند. یکی از چنین سازمان‌ها اتحاد اروپا است که جنبه‌های ترکیبی سواد رسانه‌ای را این گونه تشخیص می‌دهد. قابلیت سر و کار داشتن با نوع‌های مختلف رسانه، از روزنامه تا گروه و جامعه‌های آنلاینی، قابلیت بهادهی به اعتمادناکی محتوا، قابلیت استفاده فعال از شکل‌های مختلف رسانه، مناسبت انتقادی به محتوای رسانه‌ها، قابلیت استفاده ایجادکارانه از رسانه. در این زمینه درک و رعایت حقوق مؤلف و شناخت اقتصادی رسانه جایگاهی خاص دارد. چرا سواد رسانه‌ای لازم است؟ بنا به تاکید کارشناسان، سواد رسانه‌ای برای هر یک فرد معاصر خیلی مهم است، زیرا آن تفکر انتقادی را به کار می‌اندازد. محض به همین دلیل آدمان اطلاعات را از دید انتقادی تحلیل کرده، از جمله می‌توانند خبرهای واقعی و فیکی یعنی دروغین یا منبع‌های اطلاعاتی قابل اعتماد را معین کنند، چگونگی نقش رسانه‌ها را در محیط اطلاعاتی بفهمند و مسئولیت درک خود از تأثیر رسانه‌های عمومی را به عهده گیرند. آدمی که سطح و سواد رسانه‌ای او بلند است، هیچگاه به نقض حقوق مؤلف و دزدی محتوای یک شخص دیگر راه نمی‌دهد. اگر می‌خواهید که سواد رسانه‌ای شما تکمیل یابد، حداقل از این توصیه‌ها باید استفاده کنید. به هر اطلاعاتی که دچار می‌شوید و می‌خواهید از آن استفاده ببرید، با شبهه نظر کنید. همیشه سرچشمه خبر را پیدا کنید. هر چیزی را که به آن حداقل شبهه دارید، با استفاده از چند منبع تفتیش کنید. اطلاعات را پوره خوانید و به فکت، رقم، نام و نسب قهرمان‌ها دقت دهید. به رسانه و مؤلف مواد و سرلوحه مطلب اعتبار دهید. نقل قول گاه تحریف می شود، آن را بسنجید. باید در نظر داشت که خبر را کدام منبع انتشار کرده است. پیش از قضاوت بار دیگر اطلاعات را از چند سرچشمه سنجید. همیشه خبر را از نظر باید فرق کرد. خبرهای فیکی چیست؟ ترولینگ چیست و چگونه باید از آن احتیاط کرد؟ بحث‌های مجازی و آداب بحث چطور به دام هرزه‌کاران و مکاران رقمی نیفتیم؟ این است موضوعهای درس‌های من بعده ما که منظور شما خواهند شد. با درس‌های سواد رسانه‌ای در رادیوی آزادی باشید.
شبانه روز گذشته قرب روبل روسی و دلار آمریکایی در بانک‌های کشور تقریباً به تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 118 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1092 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدارتان.